پشتونها یکی از بزرگترین و شناخته‌ترین اقوام در افغانستان و پاکستان هستند که قرن‌هاست در این مناطق زندگی می‌کنند. این قوم دارای فرهنگ غنی، زبان خاص و سنت‌های دیرینه است. 1. ریشه‌های تاریخی پشتونها. نظریه ایرانی. بسیاری از مورخان معتقدند پشتونها ریشه در قبایل ایرانی دارند و زبان پشتو شاخه‌ای از زبانهای ایرانی است. نظریه بنی اسرائیل. برخی روایات محلی ادعا می‌کنند که پشتونها از نسل قبایل گمشده بنی اسرائیل هستند. تأثیر یونانی‌ها. پس از لشکرکشی اسکندر مقدونی برخی سربازان یونانی در این منطقه ساکن شدند و با مردم محلی آمیختند. 2. پادشاهی‌ها و امپراتوری‌های پشتون. اوزنویان. سلطان محمود غزنوی فاتح بزرگ پشتون هندوستان را فتح کرد. گوریان. محمد گوری پایگزار سلطنت دهلی بود. لودیان. پشتونهای لودی بر دهلی حکومت کردند. درانیان. احمدشاه درانی بنیانگذار افغانستان مدرن امپراتوری درانی را تأسیس کرد. 3. فرهنگ و رسوم پشتونها. پشتونوالی. مهمانوازی. انتقام. قبیله گرایی. پشتونها به بیش از 400 قبیله تقسیم میشوند، از جمله درانی،